روز 31 اکتبر برای مردم شمالی سلتیک روزی آخری سال بود و آن روز را روزی سمحین نام بردند و این نام برده برای مردم کلت اعوذ بالله خدای روح مردگان به حساب می رفت. روح‌های ظالم و موافق باوری آنها در همین شب برای زمین برآمده انسانها را هلاک می سازند و در آن شب اگر شما کسی را رنجانده باشید آنها شما را هلاک خواهند ساخت. پس بعض انسانها چهره‌های ظاهری خود را عوض می کنند و بر روی‌هایشان نقاب می‌پوشند برای شناخته نشدنشان در همین شب 31 اکتبر در گمانی که آنها در امنند. اینچنین آتش‌ها می‌افروزند که در زمان ما با نام چراغ جک هستند. آدمان آنها را در نزد تیره‌هایشان می‌مانند. آنها از کدو تیار شده‌اند. واقعی که در اروپا رخ داده بود این بود که کلیسا این روز را عوض کرد. در سال 1834 آنها این واقعه را از 31 می به 1 نوامبر عوض کردند و به همین مناسبت آنها گفتند که این شب 31 اکتبر شبی همه مقدس ها می باشد. All Hallows Evening نام داشت و دیرتر در امریکا نام هالووین را گرفت. آنها صورت ظلم را تصویر می کنند. کارهایی که حال شده ایستاده است این است که کودکان نقاب ها می پوشند، لباس های می پوشند همچون شیطان های خردسال، جادوگرها، وامپیرها، چیزهای شیطانی و به کوچه ها می برآیند و با آیین نو امریکایی ها بازی، همیان و حیات را می کنند و به خانه ما و شما آمده خوراک می پرسند. و بعضی از مسلمان ها کودکان خود را نیز با چنین نقاب ها همراه آن کودکان میفرستند. تو مثل کی لباس پوشیدنی هستی؟ چگونه میروی؟ مثل شیطان های خرد؟ و یا کودکان مسلمان خود را روان میکنند تا بازی همیان و یا حیات را بازی کنند. این خیلی عمل پسترین است. شما آنها را روان میکنید تا از آدمان خوراک پرسند با هر گونه لباس های بیگانه و هنگامی که به جزدان آنها هر گونه شیرینی ها و خوراکی ها میافتد شما از کجا میدانید که آیا آنها حلالند؟ بازی زیادی از شیرینی ها با ژلاتین تیار می شوند، یعنی با گلیسرین. شاید در آنها محصولات خوک باشد. و باز چیزی دیگری که رخ می دهد این است که بعضی آدمان ظالم و ناپاک در این شب به کودکان حمله می آورند. در حقیقت هستند گروه از شیطان پرستان که کودکان را دزدیده آنها را هلاک می سازند. در همین شب سمحین به خاطر قوه زیادی روحی گرفتنشان همه این در زمان ما رخ داده ایستاده است. پس باید مسلمان ها یگان ارتباط به هالووین نداشته باشند و مسلمان باید همیشه حقیقت بین باشد. آنقدر باید اصل هر مسئله را داند، نه اینکه کورکورانه هر چی را پیروی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شما آنها را پیروی میکنید، آنانی را که پیش از شما آمدند قدم به قدم، گرچنده که آنها بچهای حشرات یافتند شما پیروی آنها میکنید. اصحاب گفتند کی هستند آن مردم؟ آیا نصرانی و یهودی هایند؟ پیامبر گفتند باز کی میشد؟ و این در حال گزارش است. شما نمیتوانید هر گونه واقعه ها را با اسلام مناسب گردانید. شما نمیتوانید تنها با گذاشتن نام عربی یا نشانه از عربی چیزها را حلال گردانید که حلال نیست. و چیز دیگری برای مسلمانان مهم این است که عیدهای خودشان را جشن گیرند. هنگامی که عید فطر می آید یک روز استراحت گیرید. هستند مسلمان هایی که در این روز کار میکنند. آنها به نماز عید می روند و پس به کار. پس به کودکان شما چی می شود؟ آنها امکان خوشحالی و خرسندی را پیدا نمی کنند. جشن برپا کنید، همه عائله را دعوت کنید، همراه خوراک خورید، کارهای یکجا کنید و الله سبحانه و تعالی را دست جمعانه یاد دارید. آن روز را روزی خاطرمان کنید، عید رمضان و عید قربان. اگر چنین نباشد پس آنها به دیگر عیدها مثل هالووین و تولد عیسی مسیح رو میآورند که حتی از نظر نصرانی نیز آمیخته است. و زیاد از گروه نصرانی های هستند که چنین رسم و آیین ها را قبول ندارند و میگویند که نمیخواهند دین زبانی را پیروی کنند.